سلام دوستای عزیز، خوبین؟ جانتون جور بخیر، سلامتین. امیدوارم حال دل کلگیتان خوب باشه، در حال صحتمند باشین. دیگه در قدم اول میخوایم ایدی برای کلتان تبریک بگم، ایدیتان مبارک باشه. دیگه همونطور که میبینیم ما در اموریم. امروز دومی ده میخوایم بریم سخی و مریم از اینا کلن پیش رفته. دیگه مریم این پسر ما نمیدونم من میخوایم برم. صبر کنید که بریم پیش مریم از نام سلام علیکم. سلام دوستای عزیز، جانتان جور بخیر سلامت، عیدتان مبارک. دیگه انشالله که کلتان حاجی شوین. خوش آمدین به ولاگ زیارت سخی که کل جوانا جمع شدیم بخیر. دیگه از بیادر ما جواد شروع میکنیم. یک دفعه بیار من سلام علیکم. یک گیده تبریک بگو بیادری با کی؟ با دوستای ما. دوستان عزیز، عیدتان تبریک، روزه و نماز همچنان قبول. عید تبریک. سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشید. دی مرار اشتباه اومدی پس هم طرف. دیگه اونجا راه داره. اوه دیگه حاجی شویم. آفرین. ما امروز میریم سخی بخیر از خدا. سلام. عید تبریک بگو. دوستای عزیز رسیدیم به مقبول ترین سرک دنیا، سرک 20 متره. خب دوستای عزیز ما رسیدیم دیگه. بسیار کم مونده که برسیم. از موتر پیاده شدیم. این طرف هم قبرستان است. دوستای عزیز چیزی به ذهنم نمیاد چی بگویم. چرا؟ دوستای عزیز اینجام که دروازهش بود دیگه رفتیم که ما رو تلاشی بکنه، اما تلاشی بیکار خود زیاد تلاشی نکرد، ولیکن ما بایک خود گرفته آمدیم دیگه. تزینه بالا شده میرفتیم دیگه. بسیار زیاد جای لطفی، بسیار زیاد دیر شده بود که نامده بودیم. خیلی پشت اینجا پشت از زیارت زیاد دق شده بودیم، ولی خسر بیگه نشم نزن سعی کنم تو جوان نیستی دیگه از شوخی در. خب دوستای عزیز تو میبینید که ما در اینجا بالا مریم دیگه. اما تو بالا مریم دیگه. اونجا هم کلگی همونجی هست دراز کدون عکس میگیرن. خیلی مردم ها قد خانواده آمدن تنهایی آمدن دراز کدون عکس میگیرن. اینجام که مریم را گم کرده دیگه، نمیدونم در کجا مره دیگه، چون که او طرف از مردانه است این طرف از زنانه و ما مریم از صدا مونیم که به این طرف بریم فکر یک جای بریم که ما فیلم میگیریم که نیا در مره دیگه. خب اینجا تایر از جام استاد است که منیال مریم قدوزو طرف قدوی زنانه شی دیگه. این طرف منیال مرکت کردیم دیگه مریم. اینجا بچه هم زیاد است چون که اینجا روی مردانش قد طرف مسجده دیگه. ما از اینجا تر موشیم پیش بریم که او طرف قصدی بالا بریم دیگه. ما خودم داخل هستم که کلگیشم تو پیش رفته اینجا راه را غلط کرده. جواب خوشی از روی سیر رفته من از روی غلط ران کرده. اینجا ما مجبوریم که پس بریم از راه. یعنی ما خودم در امورم دیگه تو بالا بریم. اینجا دیس قرار میکتب نشان بیدم دیگه. اینجا هم تازه جور کده اینجا را به نظر ما قبرار نمیدونم چکار نه سعی درست نه چکار نه. دوستای عزیز ای حالی دیگه رقم شده مردا و زنا رو جدا کردن. یعنی زنایی طرفه
همراه فامیل خوبت مردایی که خانواده نداره دیگه طرف او طرفم. باش براتون نشان بدم. ببینین. بیا بالا بیا. یارو بکش کنار. بریم بالا دیگه همین طرف یک جای پیدا کنیم بیشینیم دیگه. بخاطر از اینکه زیاد خسته شدیم تا اینجا یک گلاس چای سفارش بدیم بخوریم. بریم بخوریم دیگه. حالا میخوایم اینجا چای پیدا کنیم. این درخت‌ها رو می‌بینی که اصلا کلشون سایه مونه و مردم ها در سایه از درخت میشینن دیگه. ولی هوا واقعا گرم است. بتونیم که یک جای خوب پیدا کنیم خیلی خوب میشه. اگر هم نشد دیگه دمی ساحه ها اینجا یک دانه پیدا کنیم. چقدر دیگه میخواین بالا برین؟ خواستن خیر یک جای پیدا که بشینی. خب میگم بریم دبیخ دیوالش بشینیم. خب دوستان اینجا یکی از فالوورا آمده گفت که از ما عکس بگیریم. ما قد از عکس گرفتیم دیگه. آمدیم اینجا فرش رو آوار کردیم که بشینیم. بعد ما جوادم که در و مریم که چای بریم. رفتیم اینجا گلاسایش هم هست دیگه. کاکام خودش در اونجا دیگه چای مونه باش که آبجوش خود چای بگیره داخل ترمز خود بندازه بزرگ دبلش آبجوش بندازه دیگه. در اونجا آبجوش میندازه باش که ترمز یک پر کنه دیگه. اونجا یک عالم چاینک زیاد است دیگه. امیدوارم که خوب فروش داشته باشه چون کل مردم زیاد وقت از این روزا میده سخی. اینجا میگه ترمز پر شد دیگه. 7 دانه گلاس چون 7 نفر بودیم دیگه. گفتیم که یک چند شیرینی بیده چند شیرینی هم داد دیگه. اینجا که پیسه شیر جواد حساب کرد. بعدش هم از اونجا گلاس ها رو گرفت دیگه. ما خودیم هم ترمز گرفتم دیگه. ایسو بگیریست که گلاس داد یوم شیرینی اگه چی مسرستان نکن؟ چرا دیگه باید دیدم کل چرا آرام شما ما نمیخوریم چند دفعه بگم جو تویره؟ ویدیو میگیرم تو با خدای سرستان نکن. Abi oynuyor orada bastı. جيجي خلاص لاغي دي عاوز شكر انا بس بدي اشوف نمره خود قسمت ما میخواستیم که بریم پایین که خلیشه و شازیار ببریم در پارک. خود اینا گفته بود که ما رو ببرین این چرخ فلکی خش پش کرده و زیاد سوار کنین. بعد که ما قبول کردیم که قد از اینا بریم در اون طرف اینجا دیگه. بازم از اون زورای قبلی تیر میشیم ماری مستقیم. اینجا زیاد نفر است دیگه. من گفتم که شما رو داشت مایدیم یا آسمانشون بسیار آسمان مقبوله دیگه. نفهم امروز مرا چی شده که کلا در آخر ماندیم در
قسمت اولم که آمده بودم داخل بودم و اینجا هم که هستم این حالم آخرم. باش که پیش بریم دیگه درو میرسیم در چرخ و فلک دیگه هم تو پیش بریم که اینجا هم خیلی نفر زیاد است، بیرو بار است دیگه. جوادم گفت که اینا را اینجا سوار کنه، خدیجه خودش سوار شد، شازیه هم گفت اینجا شان دیگه. کاکار گفت که حرکت کنه. چند سال پیش که ما اینجا میمدیم خود ما از اینجا کلی از اینجا بازیچه ها تنها هم چرخ فلک خیلی خوش داشتیم سوار میشدم دیگه. خیلی در نظر خود ما خیلی کیف میداد. خود دوستا اینجا هم داخل زیارت آمدیم. اینجا زیاد بیر و بار است، زیاد نفر است دیگه. کلگی هم در اینجا عبادت مونه، نماز میخونه، قرآن میخونه دیگه. کسایی هم که عبادت خود خلاص کرده در اون موره دیگه. ما اینجا رفتیم که این طرف ها رو ببینیم، بریم نماز بخونیم. اینجا هم اول آمدیم که پیش سرش زیارت کنیم، بعدش هم اینجا خود زیاد بیر بار بود دیگه. بریم دیگه این طرف هم سعی کنیم، زیاد نفره دیگه. چند خالم در اینجا رو جارو میکرد، نمیدونم میگم کسی که جارو کنه دعاش قبول میشه چی یا که ثواب داره دیگه. یه نام در اینجا جارو میکرد. بهترین قسمت چینم اینجا بود که واقعا خیلی قسمت قشنگیه. کلگی اینجا مثلا همون نظری های خورم میندازه، خیلی جای خوبشیه. واقعا من قسمت خیلی خوش میمیه. باش که من قسمت بالاش رو برای شما نشان بدم. واقعا خیلی ظریف کار شده، دمز روی سنگاش یعنی خود عالم است. کلگی در زیارت مونه خودون شما هم خود قبلا دیدین دیگه. اینجوره میخواستم این قسمت چرم برای شما نشان بدم. واقعا خیلی قسمت خوبشه. این دست چپ یک دانه دروازه است، دروازهش واز بود. من میخواستم که اینجوری ببینم، واز کردم یک کمکی. یک اتاق بود، اتاق نماز بود در نظر من. اینجا زیارته؟ بعدش هم خالم دروازه رو واز کرد که اینجا اتاق نماز اتاق دعاهایی را که اینجا نوشته که واقعا خیلی دعای قشنگ و پرمعناه. خودسا در قسمت ما تصمیم گرفتیم که کم کم بریم دیگه. واقعا دروازش خیلی قشنگ بود. ما گفتیم که اگه شما را نشان بدیم، خیلی دروازش خوب شد، قشنگ شیشه‌ای بود. ما گفتیم که این تو پایین بریم دیگه. کلوش ما خب دوستای عزیز هم بریم سراغ کفترا. سعی کنین دوستای عزیز سعی کنین چقدر یک منظره خوب شه، چقدر قشنگ، چقدر خوب شه. کفترا اونجا نشستن. خود اونجا خب معمولا اگر نبودین دازی چند وقتی را معمولا چند وقت پیش آمدین اینجا رو دیدین. دوستای عزیز به خاطر کمبود وقت ما دیگه تصمیم گرفتیم بریم خانه، به خاطر که بسیار دور بود. باید زود میرفتیم خانه. همینطور دیگه آستا بریم طرف موتر دیگه. اینجا در موتر هستیم طرف خانه دیگه. بسیار زیاد خوش گذشت. انشالله که شما از این ولاگ لذت برده باشین دیگه. اگر میخواین که بازم از این ولاگا براتون بگیریم حتما چینل رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو لایک کنین، شیر کنین و همچنان کامنت دیگه. تا ولاگ بعدی خداحافظ و نگهدارتان.